سلامی آتشینی ما را پذیرا باشد عزیزان دل و دیده، مخلصان حج و خنده، هوادارانی طبیعی خوشگوارم. عزیزان دل و دیده، امروز ها در شهر دوشنبه من بسیار به طرف خانه ها در آمدیم، تماشا کرده شدیم. یک واقعه عجیب دیدم. یک مرد آمده می نشیند پس از اکنون پیش خدمت های طرف خانه هم بسیار جوانکای بسیار زیبا، خوش معامله و ها اساسا آمده مرحمت روی خطی، یعنی که طعام ها و این مرد که من میخوام گرفت از انا همین بدون زیربانتون به من بسیار معقول بیارید گفت است. اکنون بالای لالی به بدانه گذاشته که وای پیش خدمت ما آورده گذاشته، اشتهای صاف گفته رفته است. بعدی کمتر وقت این مردک داد زده او که پیش خدمت اینه کمتر دیگه پذیرت نمی گفته مناد باید پیش خدمت چی بکی خام بود است میاکه نمیدونم و خام می نمی سلات خورسوس بدونه